ریشه‌شه اون آره درد که نداری؟ نه ریشه شاید بزرگه عمیقه دیگه هنوز هم بورم آره کشتم مسکن چند سال بعدش چی میشه؟ معلوم میشه؟ چی؟ مسکن مثلا چیز بشه خب مثلا چیزش بره حسش بره دردش بره 1 ساعت 45 دقیقه ممکنه بی حس بشه بعد یکم باعث درد میشه دردش شروع میشه گاز سیری داشتم گاز سیری بشه آره کاس با لیزر بسوزونه خوبه مگه نه؟ این دیگه نمیشه سوزون نمیشه این بزرگ نمیشه اینا رو میشه اولاد با هم رقعه این بالایی هم فکر کنم ریشش بزرگه هیچی از بگیرم بشم هیچی نیست باید هیچی بگیرم چند زمان میبره اینا درست بشه؟ اینا اوکی بشه بازم بیام؟ اینجا هیچی نیست حالا دیگه بیاین چیز کنم دیگه یه ماه طول بقیه‌شو میکشه؟ این یه 3 هفته 2 هفته طول میکشه تا خوب استراحت بشه. بکنم آره؟ استراحت کامل که لازم نیست نداره چطور؟ یه دونه رو میندازه؟ من دیگه انجام نمیدم با این وقت چرا؟ من هیچی وسیله ندارم پدرم در اومد الان بگی من خودم بیارم نمیدونستم تازه رفتم پایین بفرمایید دو تا بگیرم یا میخوام که باز برم میبرم نزنیم به تو چی میدن؟ الان برو فردا صبح برو ما همه رو مؤاخذه میکنه پایین لطیف عقیلی برو بگو میرم تحویلش میدم دیگه جراح وقتی داریم جراحی داریم میگه شما وقتی داری خودتون وسیله داریم نداریم وقتی کلمپم خرابه چرا شیت نمیگیرم